مسافت خیلی طولانی رو طی کردن تا به اینجا رسیدن و ایرانی‌ها الان اینجا جو بسیار بسیار زیبایی به وجود آوردن و می‌خواستم این سلام گرم از طرف همه به شما برسونیم. ما اینجا همه لباس سبز پوشیدیم و از اصطلاح ملت ایران داریم دفاع می‌کنیم، از حقشون داریم دفاع می‌کنیم، سرودایی می‌خونیم و شعارهایی